سلام شما با یه ویدیو دیگه من ایمان با مهدی و پشت صحنه رضا درود میفرستم به تمامی بچه‌های گل. سلام و کیر خباز دوباره اومدین عکاسی ناموس پنگوئن‌ها رفیق ما کله مله نره میزنن دندونت بریزه تو اندونتا. یه ویدیو در مورد عشق ابدی براتون بسازیم، از جنجال‌های عشق ابدی صحبت بکنیم و کلا میخوام زیرو بم این برنامه رو براتون توضیح بدم. تو میدونی دیگه. خودم نظرت در مورد عشق ابدی چیه؟ من خیلی نظرها و ایده ها دارم برای این ویدیو که کیفیت کارشون بالاتر بره، چون اینا احساس میکنم که دفعه اولش رو این ویدیو رو ضبط میکنن. درسته پشت پرده کارگردانش ورژن خارجیشو داره درست میکنه، ولی نورپردازی، ادیت، دوربینا اینا خیلی ضعیف دارن عمل میکنن و بیشتر به خاطر اینه که ادیتور این برنامه خارجیه و زبان ایرانی نمیفهمه و دارن براش دوبله میکنن. احساس میکنم که ادیتور باید مثلا یه ایرانی میبود که قسمت‌های مهمو حذف نمیکنه، یهو وسط حرف یه نفر یهو کات میده میپره مثلا رو فلان حرف، یا مثلا حرفایی به خاطر کوتاه کردن تایم ویدیوه. آره، ولی اگه ادیتور ایرانی بود صحنه‌های جذاب‌تری رو میذاشت به نمایش و پشت پرده بیشتری نشون میداد. این ایده رو خیلی تو مغزشون داشتن که بگیرن، چون میدونستن این ایده بیاد تو یوتیوب میترکه. خیلی ولی من هیت میدن، نمیدونم هرزه، نمیدونم بی خانواده، تابو شکنی فرقی نداره. اصلا یه برنامه ساختن، حالا به ما ورژن خارجیش میدونی که کسی ربطی نداره، حالا اونا باشن هرزه باشن پاک باشن بهترین فرقی نمیکنه، دارن کار خودشون میکنن، به کسی آزار نمیرسونن. میخوای نگاه کن، میخوای نگاه نکن، چرا میای هیت میدی؟ واسه چی؟ چه برکته؟ اینا باز میگم خیلی دارن رعایت میکنن، چون ایرانی هستن. توی ورژن خارجیش اینا قرار اول که وارد اون ویلا میشن شب باید کنار هم دیگه بخوابن، دختر پسر شب باید کنار هم دیگه بخوابن. کلی ما بگم راجع این برنامه خوبیه. خیلی هم میتونن این برنامه دارن کره میگیرن. نکن شاید معروف میشن. دمشون هم گرم. ما هم امروز اومدیم که به یه سری از میم ها و ویدیوهایی که از اینا وایرال شده ریاکشن بریم و نظرمون رو در مورد این برنامه بیشتر در طول ویدیو ببینیم. برنامه‌اش خیلی با ما همراه باشیم و ادامه برنامه داشته باشیم که نظرمون رو توی ویدیو به شما گفته خواهد شد. و اینکه بریم ویدیو رو داشته باشیم. خواهشاً ممنون میشم که کامنت بذارین. حتما دارم با تو صحبت میکنم، کامنت بذار و برام نظرتو بنویس که چی کار دوست داری برات بکنم که عشق بکنی. میگم با سر بیباره تو کونو لایک بکن ویدیو رو، به دوستات هم نشون بده. هوای تو دارم. Hey, what's up? من علیم از کرج اومدم. 30 سالمه، رپرم. به خدا اصلا من نمیخوام اصلا با دخترها بحث و جدال داشته باشم. تون صداش من واقعا نمیخوام، اصلا نمیخوام، اصلا یعنی در حدی نیست که این بحثا پیش بیاد من بخوام عصبی بشم. اما ما 14 نفر اینا که تو بده بالا چشاتو ببینیم. بفهم. ما 14 نفر توی این مکان بسته گیر کردیم که بیام دلوپرامون رو بریزیم وسط ببینیم کی به کیه. نمیتونم یه ذره وایسم ببینم. بابا من از دیشبم منم دارم فکر میکنم. شما راجع به میکروفون اون خانم فکر نمی‌کردی از دیشب؟ شما فکر نمی‌کردی؟ همه فکر می‌کردن. پس تو حق اینو نداری بیا بگی. مهم نیست. بعد تو می‌بینی دوربین قرمز میشه حرف میزنی. اون یکی که میخواد حرف بزنه مگر بدم. بابا اینجا مگه چاله میدونه؟ میخوایم حرف بزنیم داد و بیداد. من اگه به داد و بیداد باشه که داد میزنم این شیشه ها بریزه که. آقا من عذرخواهی میکنم جدیدن پریسا خانم از تمام دستنکارا عذرخواهی میکنم. شاهین رو صدا میکنی؟ بله. مهم نیست. بله. دیگه تمام شد. این دو تا وانیلا دارن. امشب یه جلسه. اونی که اومد. این نه. اونی که بالا اومد. ولی کلا بخوام بلونده با کیرله؟ بلونده تازه اومده. آره بلونده مثل اینکه تازه اومده. پسر اسمش بود علی بود. اون که علی بود در نظرشون میاد. علی آدم شواف کنه کلا، ولی پسر خوبیه، اونجوری فانه. اگه نباشه برنامه دیگه هیچ لذتی نره، ولی خیلی حرف میزنه. همه مشکلشون با این حرف زدن زیادیشه. ورژن ترکی
مجری شده. بخوایم منطقی باشیم اگه این ورژن رو بخواستن ایرانی‌ها اجرا کنن همه دیگه الان به اینا فوش میدن دیگه همه به اینا فوش میدن بخواستن اینجور ورژن رو اجرا بکنن چقدر خوب چالش‌های اینا وحشتناکه ماشاءالله مجری داره. احسن ترکیه این؟ بله ورژن ترکیه اصلا غیر قابل پیش مثلا این ترانه فقط با هم میرنه؟ مثلا الان همین اتفاقی که افتاد همه بیشتر به اینا هید دادن سر اولین چون من گرفتناشون توی این استا دیده بودم با چند نفر لب آره این با هر کی که رفت تو رابطه لب گرفت و یعنی آخرین دوست پسرشه همه رو خر میکنه با سیاست میره جلو در نهایت هم یه پتیاره بیش نیست دختره اون دختره اسمش تنازه یا ترانه؟ میگه شاهین تناز میگه شاهین بچه سال آره سلام کسامت آی کسامت سنار کنی میرسه نهیدی قد کن حالا وای من ایشونو بیشتر میپسندم خیلی هم خواستگار بود ولی ازدواجی نبود. واقعا بیشتر میپسندم بیا تو اگه میخوای. قیافه‌هاشون چرا تخمی همشون میکاپ های ما سنگین داریم راجع به زندگی صحبت بله می‌کنیم. اشکم ده هشتادی چرا کسی چشم دیدن تو رو نداره؟ شاهین نگار که باهات حال نمی‌کنه، امیر که باهات حال نمی‌کنه. شاهین میخوای چهره منفور کنی. حالم از شاهین با هم یهو بلند یه آدم مزخرف دو به همزن حال به من همزنه چرا تو چهره منفی کنم؟ اصلا چرا باید همچین کاری انجام بدم؟ واقعا حال به چهره همزنه منفوره. واقعا من اگه شاهین؟ تو دوست من نیستی؟ تو دوست من نیستی؟ چرا؟ اوکی من اینجا با همه دوستم ولی خب با من دوست داری؟ وای وای پس الان داری شوخی میکنی. نه جدی دارم میگم. خب دوستان ببینیم ویدیوها که خیلی کیفیتش داغون بود من عذرخواهی میکنم اینکه نرسیدم ویدیوها رو همه رو جور کنم چون کلا زیاد حال نکردم با برنامهش آره عشق طرفدار ابدی نداره به ما ایرانی‌ها چه فرق میکنه پول نباشه عشقی هم در کار نیست جامعه ما کلا دخترها عاشق اینجور برنامه‌های درام و دراماتیک هم دیگه نتیجه ویدیومون چی بود امروز ساختیم همین نظرمون رو بگیم در مورد عشق ابدی ساختیم نظرمون رو بگیم نظرمون رو بگیم خوب در نمیاد اومد نظر با شما حال میکنید امیدوارم که خوشتون اومده باشه ولی در کل بگم از بیکاری بد نیست بشین نها کنیم برنامه اگه بیکاری بشین برنامه رو نها کنیم لذت ببریم ولی با شاهین خیلی حال کردم ولی کلا من با هیچ کدوم از شخصیت‌های اونجا حال نمی‌کنم با فرشاد حال می‌کردم فرشاد بنده خدا که حذف شد مردونه اومد پای یه دختر وایساد و همون دختر بهش ثابت کرد که آدم اشتباهی بود و بنده خدا حذف شد تمامش کنیم الان مردترین آدم توی اون برنامه همون شاهین بود که حذف شد تمام میگم شد شاهین ببخشید فرشاد که حذف شد امیدوارم که ویدیو ما خوشتون اومده باشه پیس اختصاصی میشه